دروازه میانی بهشت. پدرم. خدای متعال فرمود: پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی یا هر دوی آنها در کنار تو به پیری رسیدند، به آنها حتی اف مگو و آنها را پرخاش مکن، بلکه با احترام با آنها سخن بگو. و از سر مهربانی بال فروتنی برایشان بگستران و بگو: پروردگارا، همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند، تو نیز بر آنها رحمت آور. سوره اسراء آیه 23-24. و به انسان سفارش کردیم که شاکر من و پدر و مادرش باشد. بازگشت تنها به سوی من است. سوره لقمان آیه 14. پروردگارا، در روزی که حساب برپا می شود، مرا، پدر و مادرم و همه مؤمنان را بیامرز. سوره ابراهیم آیه 41. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: پدر دروازه میانی بهشت است. اگر خواستی آن را حفظ کن و اگر خواستی آن را از دست بده. ترمذی بر 3. خوشنودی خدا در خوشنودی والدین است و خشم خدا در خشم آنهاست. ترمذی بر 3. 3 دعاست که بی تردید پذیرفته می شود: دعای مظلوم، دعای مسافر و دعای پدر برای فرزندش. ترمذی بر 7. دوستان عزیز، خانواده گرامی، امروز گرد هم آمدیم تا نخستین قهرمانان زندگیمان و راهنمایان بزرگمان را گرامی بداریم. امروز روز پدران است، کسانی که وجودشان نعمتی است بی‌نظیر و نیرویشان پشتوانه‌ای استوار. پدر همانند کوهی استوار است که به آن تکیه می‌کنیم، درختی تناور که در سایه‌اش آرام می‌گیریم. از قدرت او نیرو می‌گیریم و از محبتش امید. بزرگترین شانس برای هر فرزند داشتن پدری نیکوست و سپاس از چنین پدرانی هرگز کافی نیست. اما پدری تنها به دنیای مادی محدود نیست. ایمان ما این پیوند مقدس را به مقامی برتر می‌برد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: پدر دروازه میانی بهشت است، پس او تنها یک پدر نیست، بلکه راهنمایی است گرانقدر که ما را به سوی آن دروازه راهنمون می‌کند. می‌دانیم که رضای خدا در رضای پدران ماست. خدایا، همیشه از آنان خوشنود باش. امروز در کنار پدرانی که در جمع ما هستند شادی می‌کنیم و آنهایی که از این دنیا رفته‌اند را با دلی پر از رحمت و دلتنگی یاد می‌کنیم. جسمشان در میان ما نیست، اما محبتشان، آموزششان و یادگاری‌هایشان همیشه زنده اند. جایشان خالی است، اما دعایمان همراهشان باشد که آرامگاهشان بهشت و روحشان شاد باشد. و سخنم را با دعایی از قرآن به پایان میبرم. پروردگارا، در روزی که حساب برپا می شود، مرا، پدر و مادرم و همه مؤمنان را بیامرز. سوره ابراهیم آیه 41. به برکت این دعا، روز پدر را به پدر خودم، به همه پدران، پدر بزرگان و آنانی که در آینده پدر خواهند شد با تمام وجود تبریک میگویم. بودن شما مایه افتخار است.